سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، درس امروزه ما حرف ت می باشد. بیایید اول با شما مخرج حرف ت را می بینیم. برای یافتن مخرج حرف ت پیش از حرف ت الف با فتحه می گذاریم. ات. چنانه که به ما معلوم گشت مخرج حرف ت این اولی کام می باشد، یعنی زبان در اولی کام می رسد. ات. حرف ت با فتحه چنین خوانده می شود: ت و با کسره چنین خوانده می شود: تی و با ضمه چنین خوانده می شود: تو. لبها به پیش می برایند: تو. حرف ت حرف چهار شکله بوده، پیش از خودش و بعد از خودش به حرف دیگر پیوست می شود. بیایید اکنون با شما طرز نوشتن حرف ت را می بینیم. حرف ت در اولی کلمه چنین خیل نوشته می شود، پس از خودش به حرف دیگر پیوست می شود و در بین کلمه چنین نوشته می شود، پیش از خود و پس از خودش به حرف دیگر پیوست می شود و در آخر کلمه چنین نوشته می شود، پیش از خودش به حرف دیگر پیوست می شود و در علاهیدگی چنین نوشته می شود. چنانه که مشاهده کردیم حرف ت در آخر و در علاهیدگی دو شکل دارد، یعنی حرف ت کشاده و در بالا حرف ت پوشیده. حرف ت پوشیده این دلالت می کند به جنس زنانه، یعنی آن کلمه هایی که به حرف ت پوشیده تمام می شوند دلالت می کند که این کلمه جنس زنانه است. عزیزان، اکنون بیایید مثال های حرف ت را می خوانیم. یکم، حرف میم با فتحه، ت با سکون: مت. مثال دیگر، حرف میم با کسره، حرف ت با سکون: میت. مثال دیگر، حرف میم با ضمه و حرف ت با سکون: مت. در اینجا یک قاعده است: حرف ت اگر با سکون آید صفت حمس را دارد، یعنی بعد از تلفظ کردن آواز را سر می دهیم. مت. مثال دیگر، حرف ت با فتحه، میم با فتحه، را با سکون: تمر. را غفظ خوانده می شود به سبب فتحه‌ای که پیش از حرف را آمده است. مثال دیگر، حرف ت با فتحه، حرف را با کسره، حرف را با سکون: تریر. در این حالت هر دو حرف را باریک خوانده می شود به سبب کسره ای که آمده است. مثال دیگر، حرف زی با ضمه، حرف را با سکون، حرف ت با فتحه: زورت. مثال دیگر، الف با فتحه، میم با فتحه، را با سکون، ت با کسره: امرتی. مثال دیگر، میم با فتحه، را با فتحه، را با سکون، ت با ضمه: مررتو. مثال دیگر، الف با ضمه، میم با کسره، را با سکون، ت با ضمه: امیرتو. را باریک خوانده می شود. مثال دیگر، الف با فتحه، میم با فتحه، را با فتحه، ت با سکون: امارت. کمی آواز را سر می دهیم: امارت به سبب ساکنی که در حرف ت آمده است. مثال دیگر، الف با فتحه، میم با فتحه، را با سکون، ت با ضمه، میم با سکون: امرتم. مثال آخر، الف با ضمه، میم با کسره، را با سکون،
تا با دمه، میم با سکون. امیر توم، امیر توم. را باریک خوانده می شود به سبب کسره که پیش از را آمده است. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی قاعده و مثال های حرف ت را در دفتر کاری خود بنویسید و در زیر این نوار ما سراغه این کتاب را میمانیم. در آمده در پلی مارکت آن را فراورده در تلفن های خود این درس را باری دیگر تکرار بکنید. به نهایت برنامه خوب است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.